در اصل جناب علی مومنی رحمان کردست یا یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برآمدین میدان، برآمدین روتون نگردونین. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که مقابله کردین برآمدین میدان، بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرا، فلا تولوهم الادبار، شما پشتون نگردونید. بله، برای چی که در سوره بقره هست مثلا آیت والله علم 251 میگه الفتنه تو اشد من القتل، فتنه کردن بدتر از قتل میگه. برای چی که فتنه را که انداختیم برادری، لیکن کوشش کنیم برادرای که در اینجا میبروین، شما میتین کردن چیکار کردنی نیستین. من مقصد که گفتنیم که اگر که همین کار کردنیه نوالتی انشاءالله دستان یکم کار نمیاد. برای چی که حکومت جمهوری تاجیکستان خوب خودش گرفتگی است. اگر تو وقت دستاف که تو وقتش که نیاید، تو او وقت گفتو گپا که وقتی معین است دست یکم تا یکم چی نمیاد. برای چی که حکومت تاجیکستان کنکریت نقشه گرفتگی است. تاجیکستان کی رولوات کرده ایشده است؟ رولوات اولش که انشالله خداوند میکنه. میکن رولوات که حاضر آدمیزاد تخت شما گفته است در دسته آدمیزاد در اصل جناب علی مومنی رحمان کرده است یا انا دیده که پروتیوی همون نظام رحمانوف گپ زده ایشده کی ما همون در عدل وحدت، اون عدل در زیر نظام در تای دستی همون حکومت رحمانوف میفهمی یا که وحدت یا دولت الهیده؟ نه، وحدت همش در همون تاجیکستان های برادر، همش در یک جای. اما تاجیکستان نظامش الان نظام استبدادی است، نظام دیکتاتوری است. اینمی ریشه گرفتن، سطر گرفتن در نظام رحمانوف. اون کسی که چرخش رول حکومت در دستش انمو جناب عالی تای. بله، لیکن شما یه چیز دیگه ایده که حسین اشرف صبر کن تو این همیت ارالش بود کردی. من نه طرف شما نه طرف امام، نه پروتیف شما گپ میزنم نه پروتیف او گپ میزنم. ما نه که ایدست شما هیچی نمیآید. ما را ریش بردن در همونجا تراشیدن، ما را اونا و ایخل کردن. همه گپ نم ارالش بود، نمیدونه که چی گفته است. ایشه در اوش میزنه، ایشه در ایز در رفته است. نمی زبان استخوان نداره، می گفته رفته است. یک تنظیم بدور گپ تا گفت در جوش بیا یک توچکه بمون، از دیگه جو شروع کن. ریشی ترا گرفتن چیندن، ریشی ترا تراشیدن. کی همین کارا کرد؟ کدام حکومت؟ همون کسایی که در همون عدل ریشی ترا تراشیدن، اونا پچینون کدام حکومتن و اون حکومت کی اداره میکنه؟ امیره میدونی؟ کی میکنه؟ جناب عالی. بله. آخه در ریش سیاه مبارک صدقه اینقدر با زبان خوش میگوی که جناب عالی، همون جناب عالی پچینون کسایی که در دستش بودن ریشی ترا تراشیدگیان. آخه هوای همه آدم شما نخیال میکنن که نمی همه ما خیال میکنن که همه کاری همه ده چی کار کشیده است در تاجیکستان. هوای خودش تا قگ نگورایان، هوای از میگه تاکی اویله است. کی گناهگوره؟ کی گناهگوره؟ خیلی شما گرفتن یکم زور میکنید شنبه را تاجیکستان تو 10-15 سال دیگه کو خلق کمبغل برادر، خلق کمبغل فکر خلق کمبغل کنه این ما شما رو تیسا فتنه ناندازین ده فتنه بعد قتل. اگه فهمیده که الفتنه تو اشد من القتل بله. اگه فهمیده که اگه هدف از اون گفتگی چی بود؟ تو میدونه که الفتنه تو اشد من القتل این چی معنا داره؟ تو اسلامی خوندگی؟ بله. چی معنا داره الفتنه تو اشد من القتل؟ فتنه برداشتن بدتر ایوه که قتل کردن. الان من میگم که ای مردم حکومت داره، شما دست ناپاکتون در دامن یک زن مسلمان دراز نکنه. این کجای فتنه است؟ این فتنه است؟ نه. میگم که ای پلیس، ای کسی که دوبینکه در دست داری، ای کسی که در دست پیستالت او دستورین داری، دست نجست در ریش یک برادر مسلمان دراز نکن. آیا این فتنه است؟ فتنه است. من میگم که ای کسی که حکومت در دست تای، ای کسی که امروز زمام دولت در دست تای، عدالت جاری کنین، حق مظلوم دفاع بکنین.
شما بر علیه مظلوم دل نکشوین، بیگناه زندان نکنین. آیا این فتنه است؟ تو از کدوم فتنه؟ انشالله ما هم که ما گفتگو گپا که نه برای همین برادر من همون میگم تو خودت من نمیدونم که اصلا تو از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند. دیوانه ها آوازی به آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. فهمیدی برادر؟ من برای همین میگم که من نمیدونم که آخی خودت نه از طرف مخت گفتی و نه از طرف حکومت، نه گفتی پروتیف شما گپ میزنم و نه پروتیف اونو. با آمدی گفتی که نه که ما باوری دارم که ایدست شما یگان چیز نمیویه. یک نیش ده اجازه دی. با گفتی که این همین ریشی مرا در عدل وحدت روشیدگیان. باز دیگه همون کسی که جناب عالی برای او را بگم که اینقدر به زبان خوب جناب عالیش گفتی، ما او را سگش میگم، ما او را وطن فروشش میگم، ما او را دشمنی مردم تاجیک میگم، ما او را دشمنی دین اسلام میگم، ما او را دشمنی تمام شهروندای جمهوری تاجیکستانش میگم و خودت او را جناب عالی میگوی. همون انسانی که به این قدر لفظ شیرین جناب عالی گفتی، همون زیر دستاش عدل وحدت دان الان چند تا جوان دیگر ریشی اونو را تراشیدگی های، چند سطر خواهر مسلمان از سرش برداشتگی های و او کسی که اینا را اداره میکنه امام علی رحمان فای و او انسان برای تو جناب عالی. برای همین خاطر ما گفتم که از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند. دیوانه ها آواز به آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ هم نیکی باشند در آزادی مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. خودت برادر عزیز من نفهمیدم که اینجا آمدی ما نه پروتیف شما نه پروتیف اونو، نه طرفدار شما نه طرفدار اونو. در همین چیز من حیران شدم. ده از همین خاطر ما گفتم که ما مثل که اگر ما بگیم ما جنگ میکنیم اونا میگن که نه برادر ما جنگ نمیخواهیم، ما صلح میخواهیم. ما بگیم که اگر ما صلح میخواهیم دستمون دادیم برای صلح، نه ما جنگ میخواهیم. بعضا وقتا میگه که پرنده را میبینه که در شاخ درخت شیشتگی همه قدر مینوازه که مثل که در درون قفس ناله کنه. خودت هم برادر همون کارا کرده ایستاده. برای همین خاطر طرفدار حقی، طرفدار من نباش. بله اکا، طرفدار بله ما طرفدار حقی، طرفدار هیچ حرکت سیاسی نباش. همچون یک مسلمان مسئولیت همچون یک مسلمان. بله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. میدونی چی معنی دارن همین آیاتو؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها. این آیات را میدونه که درباره گروه 24 آمادگی نیست. برای ظالمون بره آمادگی نیست. این قرآن برای تمام مردم مسلمان نازل شدگی است. اگر خودت یک مسلمان هستی، اگر خودت ادعا داری که من یک مسلمان هستم، این آیات اشاره به شما هم کرده است. نه اینکه فقط به گروه 24، نه اینکه به یک برادری که اون خلاصه دین آموخته است یا که اون آدم بگیم که او را ظلمش کردگیان. ای کسانی که ایمان آوردید چرا نمی جنگید؟ و ما لکم لا تقاتلون. شما را میگه چی بلا زدگی ای؟ شما چیکار کردگیان که نمیخیزن در مقابل اون کسایی که مسلمان ها زیر دستی اونها مظلوم قرار گرفتن؟ چرا شما نمیخیزن بجنگین؟ حالی که کجا با یک گپ زدن. الان میگه که ما باوری دارم که ایدست شما هیچ نمیایه و اتوماتیکی نیش در چشمای ما زده شده. و خودت یک برادر مؤمن مسلمان با میگه که من خواندگی ام. اکی حسین نشو برادر شما آرام باشین، آرام صحبت کنین. از من زبان شعله در متن سخن دارم. از ما گپ بگیری اگر بگوی که کما یک 4 تا سخن بگم از دهن من الو میبره الو. ما پرس از من زبان شعله در متن سخن دارم. ز جور نامرادی ها شکایت رو نه من دارم، تو هم داری. مهاجری؟ بله. هجران عذاب نیست؟ دوری از وطن، دوری از پدر، از مادر. خودت
خودت در یک حالتی هستی که خودت مهاجر در عذاب قرار گیری، خودت در عذابی. شرط نیست که بالای تو قمچیت بزنن دره بزنن. اما وقتی که این خیل بگیم که اشاره و میمیکه میکنی که من باوری دارم که ایدست شما یگان چی نمیایه و آخی من بگم که اگر تو در لس آنجلس یگان میلیونر باشی که خیلی اوجا در رفاه زندگی کرده ایستاده باشی، زندگی من الان از زندگی خودت بهتر شاید باشه. اما بازم با وجود همین از دنیا چشم پوشیدگیم. در این منبرها میشینیم مردم دعوت میکنیم که ای مردم ما مسلمانیم، حداقل ریش سطر این یک طرف باشن که اینا فرض و قرض و واجب است که از این چیز دفاع کنیم. حداقل ما از بیکاری طلب کنیم که برای ما جای کاری بسازین، برق ما را بر بگردونین، روشنی را گرمی را به مردم بر بگردونین. این چیزی است که کمبودی هایی که در وطن ابرزوانی را سطحش بالا ببرین، مدیسین رشوت از بین ببرین. هزار و یک مشکلات داریم برادر. پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. ره مگردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. برادر من اگر بگم که تو مهاجری، بله من مهاجرم. به درجه پرابلم ها داره که در همین هجرت. یکم پرابلمت هجران، دوری از وطن، قرض بانکو. بله برای همین میگم که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. اگر ما بگم که اکا کوی اگم پرابلم هست در مهاجرت، یک تا دو تا سه تا چهار تا همون که میگویی که میگم اکا بس دیگه حاجت نیست که ما ترا در سخنام جادو کنم که ترا بگم که تو یکم ترا عقلت بیدار شوه. تو اتوماتیکی باید این راه تو بگیری. اتوماتیکی مدام که تو در مشکلاتی، ما والله قسم یگان مشکلات نداشتم بغیر از اینکه 3 سال آمدم مهاجرت. در 3 سال که مهاجرت آمدم حاجی عمر شنیدم که دعوت داره، در داخل زیل دور آمدم، شروع کردم دعوت به نام سکای فورس و بالاخره مسئولیت خدمت در همونجا همچون یک انسان ارتری فعال انجام دادم. بازم به این قناعت نکردم. از خانه تهدیدها و فشارها شروع شد. من گفتم به نام خدایی که جان ما در دست او است، من هیچگاه از این راه نمیگردم. تا زمانی که سرم از تنم جدا نشوه من از این راه نمیگردم. و امروز در اروپا آمدم، در بهترین جای دنیا زندگی دارم، بازم از این راه نگشتم. صدها کسایی که وارد اروپا شدن در اون طرف در زیلو گپ میزدن، مبارز بودن، آمدن در اروپا. زندگی خوب اروپا اینها را از این راه گشت. ماشین دارن، ماشینای مدلای بلند، زن و کودکاشون آوردگیان، خانه دارن، کار میکنن، 2000-2500 یورو آیلگ میگیرن. نیکی گرده نمیکنن که آشکار ببراین گپ زنن. برای این راه دوام دادن نه اینقدر گرده در کاره. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برآمدین میدان، برآمدین روتون نگردونین. میگه ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که مقابله کردین، برآمدین میدان، بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرها، فلا تولوهم الادبار، شما پشتون نگردونین. نه زندگی خوبی دنیا شما را مجبور کنه که شما مشغول دنیا شین. برای همین خاطر برادر، بله، اون مشکلاتی که تو داری حاجت نیست که من اینقدر آیات بخونم، حدیث بخونم، فوکس کنم در گپام، جادو کنم، این خیال کنم که ترا کار کنم گوی که همین بچه راست میگه. پیش ساز تو من اصلی دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. بازی پرابلم را تو سر کنی بگوی که من رنگ تو گفته نمیتونم. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست. این خیلی نگو که ای دست شما هیچ نمیآید. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. صبر کن، من یه مثال برای تو بیارم، بعد میگوی که همین مردک راست میگه. من مسئولیت خود من انجام داده ایستم. من فردا پیش پروردگار در اروپا باشم، در امریکا باشم، در هر کجای باشم، حداقل خداوند میگه که ای بنده، من برای تو قوت توانایی سخنرانی را داده بودم، چرا نبرمدی گپ زنی؟
در آزادی بدی، یک نعمت بزرگ برای تو داده بدم، در امنیت بدی. شرط نبود که تو برای در پیش سامانه گپ زنی. برای تو اینترنت مهیا بود، کامپیوتر مهیا بود، استودیو مهیا بود. هر کمبودی که داشتی برادرها در گرد اطرافت با تو کمک کردن، تمام استودیو تا ساختی. چرا دوام ندادی دعوت اسلام؟ چرا مردم بیدار نکردی؟ من فردا پیش پروردگار چی بگم؟ چی از جای من کی جواب میتیه؟ پدرم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. اون روز پدر از ما بگریزه، برادر از ما بگریزه، زن از ما بگریزه، کودکان بگریزن، ما تک تنها لیچ برهنه بمانم. اون روز معلوم میشه که کسانی که این راه ها را استوار ماندن، راهاشون محتاب بر این روشنن، میدرخشن. اونها در پیش در اون محشر معلومن. وجوه یومئذ مسفره، راهاشون محتاب بر این زرد هستن، همین خیلی روشنی میکنن که اینا کی هستن. و بعضی راه ها بالاشون روحاشون غبارای. برای همین خاطر برادر عزیز من گفتم که اگر که من صحبت کنم، من پرس از من زبان شعله در متن سخن دارم، من گپ زنم علاو میبره، فقط علاو گرمیش در بله میرسه. بله حقیقت همه وقت حق انسان شروع دوستم خداوند نگهدار کن باشن. خیلی موعظه خوب کنه، خیلی موعظه خوب کنه. انشالله چندین کسا میفهمه امر معروف و آیت های خوب آوردن انشالله. این صحبت خوبتر شد. خدا ما هر روز در همین منبر شتگی موعظه های خوب کرده ایستادیم انشالله که برادران. بله خداوند منبرتون که خداوند هدایت کنه هر یک بنده رو. انا فهمیدی که مسئولیت داری. بله خداوند همه خیر کنه که عزت همونه ببینن در آزادی. خداوند نگهدار کن باشه. ناامید نشه برادر عزیز. انشالله میبینیم برای که حقیقت حقه. من نمیخواهم که یک آدم، من نمیخواهم که به نام پروردگار اگر سر قدرت بیاییم، اگر یک نفر در ریش مبارک تو اگر انگوش ناپاک شه به نیتی یک تار موه ریش تر کندن اگر دراز کنه که از همین حکومتی که همون وقته اگر یک ارمی را و این چست میگم باتالیون حرکت جوره برای یک آدمی که در ریش یک برادر دست ناپاک شه دراز میکنه. آزاد باید بیستن، آزاد ریش میمانی، آزاد میتراشی، آزاد حجاب میپوشی، حمایتت کنه باید کشور. هر لباسی که میپوشی آزاد باشی. اما دعوتگرا دعوت کنن که این لباس اخلاقیات های. بله چرا پروردگار شراب حرام کرد؟ مست میکنه آدم، از اخلاقیات دور میکنه. بله میغلطی در رنگ یک حیوان میشه. همین از اخلاق. اون چیزی که دین اسلام دعوت میکنه اون کاملا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به تمام کمالش آمادگی دین، اخلاقیات های همش. و انک لعلی خلق عظیم نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و انک لعلی خلق عظیم. پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا تو در یک اخلاق خیلی بزرگ داری. کمال اخلاقیت بود، امانت داری، شجاعت. تو نمیدونم دیگر که چی چیزی که در اخلاقیات خوب میدرویه در اون انسان دیده میشد. اسلام کاملا در جسم، در مجسم، در پیغمبر خدا دیده میشد. از همین خاطر برادر عزیز من انشالله که امیدوار هستم که ناامید نباش از این چیز که شما ما همیشه نیتی نیک میکنیم. یک انسان زمانی که تجارت شروع میکنه او در این فکر نیست که من بالاخره بانکروت میشم. اگر کوی بدونه که من بانکروت میشم هیچ وقت این بیزنس شروع نمیکنه. اما رفته و در بین بیزنس بالاخره موفق نمیشه و بالاخره بانکروت میشه. اما یک انسان دیگه او هم به همین نیت میبره. همیشه انسان به طرف نیکی پلاژیتل فکر میکنه. شما تاجیکستان اگر بگیرین خوب میکنین، والله قسم به اندازه خوبش کنیم که اینمی مردم تقیاشونه که در آسمون هم تا ای خرسندی را پرتویه. یکم چیز برای مردم آزادی میتیه.
اینمی چیز برای مردم آزادی ندارند. دوم چیز قانون برای تمام مردم، بای کمبغل، منصبدار و غریب و همه قانون یک باشه. نه اینکه آدمی فرزندی وزیر بزنه یا زنک در راه زرگوش وره پره یک کس راقش نکنه، اما یک غریب بے گناه بیاد در جای یک کس دیگه برای بشینه. ما خیلی قانون برای همه یک باشه، عدالت باشه. همون چیزی که پیامبران در بالای این تمرکز کردن. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم از طاغوت پرستی، از تملق کاری، از چاپلوس کاری دست بکشن. پیغمبران آمدنشون به خاطر برپا کردن عدالت بود. لیقوم الناس بالقسط. هدف این بود که عدالت برپا شود. تاجیکستان چه خیلی بهتر می شود. یکم آزادی برای مردم داده شود، آزادی مردم برگردانده شود، قانون برای تمام شهروندان یک باشه. این دیگر مردم بگذار، الان مردم در حالت خودش زندگی خودشون پیش برده ایستادن. قانون وقتی که برای همه عدالت برپا شود دزدی نمیشه برادر. فرزندی وزیر دزدی کرد بیارش اینجا، در تلویزیون پدرش هم بیار، بچهش هم بیار، در تلویزیون در پیش مردم اول میبرویه، معذرت میپرسه، سری تعظیم میمونه به پیش خلق، بعدا میگم که مطابق قانون باید جزا تا بگیری. این خیلی حکومت میخواهیم که حکومت مردم باشه. اگر رفته و که یکی از وظیفه دارای حکومت جنایت کرد، کسی او را به جوابگری نکشید، مردم بخیزن که همون رئیس جمهوری همون وقت را از بین ببرن که تو چی نمود به یک مسئولیت داری. مردم شجاع شوند برادر. هدف اینه ایه. انشالله انشالله. این قدیگه بگمت گروه 24 میشه. استغفرالله. نه خداوند نگهدارتان که حسین شروع. خدا نگهدار. برادرای غریب یگم تا خفه نشین انشالله که افراد نکنین، دشنام نکنین. نه میگین در حق بزرگای خدا در حق دشمناشون دعا میکردن که حسین شروع بخشش در حق دشمناشون دعا میکردن که خداوند دشمناشون هدایت کنه و دوستشون شود. برای در حق همه دعاگو باشه، در حق کدومی که باشه نباشه. خداوند نگهدارتان. باقی السلام علیکم و رحمت الله. فراموش نکن زنده باشی، فراموش نکن. این یک صحبت بوده گذشته، ایره فکر نکن که افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. تو میدونی خو معناشه؟ آیا گمان کردید که در این دنیا شما خلق شدید و شما بازگشت شما به طرف پروردگار نیست؟ فراموش نکن فردا پیش پروردگار همه ما رفتنی هستیم اگر ما به پروردگار ایمان داشته باشیم. به روز قیامت ایمان داشته باشیم. در اون روز از ما ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. در اون روز از نعمت ها پرسیده میشیم. زبان برای تو نعمت داده شده است بپول. چشم یک نعمت الهی هست؟ بله. بپول. گوشت نعمت الهی هست؟ بپول. بله. از این نعمت پرسیده میشه که این را در حق گفتن استفاده بردی؟ ما طرف این هستم، طرف اون هستم، ما طرف حقم. در که جای همو حق باید بجویی، حق بپولی. حق خودش نمیوید، طرف حق میرای میکوی، ایجا میرای اوجا میرای میبینی نه ایجا میرای نه، بالاخره ما طرف حقم. ما هم طرف حقیم. رحمانوف هم میگه ما طرف حقم. اما انسان باید بجویه بکوه. هر کجایی را که حق پیدا کرد به مثل یک پرنده که شکار خودش هم میقپه که بعد نولش میکنش میخورش، به همون اندازه باید حق باید به پنجهات بقپه که این جای من است و اونجا باید سهم اخته بگذاری. باقی سلامت باشی برادر. خداوند نگهدارتان.